هلو بچه هم اومدم امروز یه آموزش دیگه بهتون بدم در مورد نوت کوین. بچه ها امروز اومدم بهتون برنامه کلیکر خودکار یا اوت کلیکر یا همون کلیک خودکار رو بهتون هم آموزش بدم و هم بگم طور استفادهش چجوریه. بچه ها من بزنید از داخل تنظیمات اول قسمت کلیک رو خاموش کنم که بچه ها من اینو خاموشش کنم بعد براتون دوباره میگیرم. خب بچه ها من خاموش کردم. بچه ها نیا کنین عکس برنامه این هست، عکس برنامه این هست و بچه ها نیا کنین وقتی ما با اینترنت البته داخلش میریم با یه همچی صفحه رو بریم میشه. بچه حالا من گوشیم شیائومیه و حالتی که روی گوشی شیائومی میشه دارم انجام میدم. شما هر طور که باز گوشی دیگه داشتیم بگین که آموزشش رو بذارم. بچه ها روی گیری فکر کنم میزنید داخل بچه ها همون جایی که دسترسی پذیر اینا هستش میره. بچه ها برای من باید بزنم رو برنامه های بارگیری شده و روی اوتو کلیکر که اسم برنامه بود. بچه بزنم استفاده از اوتو کلیکر. از من یه مجوز میخواد. بچه ها برنامه بسیار برنامه مطمئنه و اصلا یه وقت خیالتون از برنامه امیدوارم که بد نشه. بچه ها روی وارد همچی صفحه میشید. بچه ها روی استارت میزنید. یه همچی قسمتی برای شما میاد. حالا من یکم بد کشیدم. بچه ها روی یه همچی قسمتی میاد. حالا بریم ببینیم بچه ها این چه استفاده هایی داره و چجوری میتونیم استفاده کنیم. بچه ها ما برای مثال چون بچه ها برای نوت کوین آموزش میدم. بچه ها همون وی پی که داخل کانالم گذاشتم وصل میشیم. بچه ها حتما کانال ما رو سابسکرایب لایک کنید و به تلگرام ما بپیوندید که چیزای مفیدی داخلش میذارم. بچه ها وارد تلگرام خود میشید جای قسمت نوت کوین و روی لیتس گو میزنید یا پلی. بچه ها روی لیتس گو که میزنید داخل برنامه میره. خب حالا ما چجوری میتونیم این کلیک رو روی نوت کوین تنظیم کنیم؟ بچه ها روی این به اضافه که رنگ سبز رنگی هم داره میزنیم. بچه ها میبینیم به تعداد عددها اضافه میشه. نیا کنین من هر چند تا که بزنم اضافه میشه. بچه ها توصیه میکنم برای نوت کوین بیشتر از 3 تا نیاریم. خب بچه ها حالا برای شروع روی این قسمت میزنیم. خب بچه ها حالا ما اینو میزنیم میبینیم که داره به خوبی استخراج میکنه و این خیلی سرعتش بیشتر از اینه که بخوایم با دست بزنیم. بچه ها حالا ما اینو استوپش میکنیم و میایم روی قسمت سطل آشغالی یعنی این قسمت کلیک میکنیم و بچه هم میبینیم وقتی روی این کلیک میکنیم دکمه‌ای که اضافه کردیم که برای ما استخراج کنه رو پاک میکنه و روی صفحه میره. خب بچه ها این از آموزش ما. حالا بچه بریم ببینیم چجوری باید این رو ببریم از این قسمت کنار گوشی. بچه ها روی نیا کنین این الان چیزی که برای تنظیمات اوتو کلیکر هستش میخوایم ببریم از کنار گوشی. بچه ها روی این قسمت میزنید.
روی این قسمت بچه ها میزنید و میبینید که کلیکر بازه برنامهش و اگر بسته باشه که اصلا این قسمت نمیاد. بچه ها کلیکر که وقتی میبندیم این قسمت کنار گوشی هم بسته میشه. بچه ها ممنون که با ما همراه بودیم. اینم گفتم که برای LCD گوشیتون که برای استخراج کردن نوت کوین هستش استفاده میکنین یه وقت خراب یا دچار مشکل نشید. بچه ها لایک سابسکرایبیاتون نره، حتما ما رو فالو کنید در داخل اینستاگرام و تلگرام و همچنان خود یوتیوب. ممنون که ویدیو من رو تماشا کردید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.